بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگانی نهایت گرامی، دوستانی محترم و معزز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما دوستان عزیز هستم در قسمت 63 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در این قسمت از برنامه هم در مورد حکم از احکام غرای شریعت غرای محمدی در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما دوستان عزیز بیان و توضیح خواهم کرد. در دو سه قسمت گذشته این برنامه در مورد احکام سجده سهو در نماز خدمت شما دوستان عزیز بودم و بیان کردم که سجده سهو الله متعال برای جبران سهوی که در نماز از بنده خود سر میزند، برای جبران از او سجده را مشروع گردانیده و سجده سهو در نماز برای جبران سهوی که در نماز حاصل میشه مشروع گردانیده شده و الله متعال در 4 یا 5 مورد رسول خود را در نماز سهواند تا به ما طریقه سجده سهو در نماز را بیاموزاند و تا برای ما درس و تعلیم باشد، برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشر است و ما او را نمیتونیم که به حد الهی برسانیم و بشر سهو یکی از ویژگی ها و خصوصیات انسان و بشر است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چون بشر بودند از ایشان در نماز سهو وارد شده است و ورود سهو در نماز از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ منافاتی با عصمت ایشان ندارد و همچنان مواردی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در او سهو شده بود بیان کردیم در چند قسمت گذشته و گفتیم که سهو در نماز برای جبران این است که از انسان در نماز در واجبات نماز کمی وارد میشه یا زیادتی در نماز یا نقص و یا اینکه که انسان نمازگزار واجبی را ترک میکند. برای جبران از این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سهو را مشروع شرعیت داده تا که نقصی که در واجب میآید یا زیادتی که در واجب در نماز میآید او جبران گردد. اما اگر انسان نمازگزار رکنی از ارکان نماز را ترک میکند، در او صورت نمی شود که رکنی از ارکان نماز با سجده سهو جبران شود و انسانی که رکنی از ارکان نماز را ترک میکند باید نماز خود را دوباره اعاده کند و اگر نمازگزاری از او سنتی از سنت های نماز یا مستحبی از مستحبات نماز ترک می شود یا در اون نقص و زیادت می آید، در او صورت بر بالای از او سهوی نیست، چون سجده سهو فقط به خاطر جبران در نقص یا زیادت در واجب می باشد. این احکام را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در 2 قسمتی گذشته خدمت شما عرض بیان کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما در مورد سجده تلاوت است که یکی از جمله سجده های مشروع در شریعت اسلام سجده تلاوت است که در قرآن کریم در 15 مورد و در نزد بعضی از علما 14 مورد است که سجده در آنجا مشروع است و وقتی که انسان مسلمان یکی از این موارد را تلاوت میکند و با موضع سجده میرسد سنت است که سجده کند
و در سجده خود دعایی که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد است او را بخواند. در مورد مشروعیت سجده تلاوت علما هیچ اختلاف نظر ندارند، همه به این متفق هستند، اجماع دارند که سجده تلاوت مشروع است و در مورد فضیلتی از او هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث آمده، از جمله حدیثی است که امام مسلم او را از صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی. وقتی که بنی آدم انسان سجده تلاوت را میخواند و سجده میکند، شیطان کناره رفته در کناره نشسته گریان میکند و میگوید که یا ویلی امیر ابن آدم بالسجدة فسجد فله الجنه و امرت بالسجدة فابیت فلی النار. هلاکت باد بر من که ابن آدم امر به سجده شد و او سجده کرد و بنابراین مستحق جنت گردید و اما من وقتی که به سجده امر شدم، به سجده به آدم امر شدم و از او انکار ورزیدم، سجده نکردم، از حکم الهی ابا ورزیدم و لذا مستحق آتش گردیدم. و این از جمله فضایل است که در مورد سجده تلاوت وارد شده و گفتیم که سجده تلاوت به اتفاق علما مشروعیت داره و اما در چند مورد علما اختلاف نظر دارند، از جمله در حکمی از او که آیا واجب است یا سنت است. جمهور علمای مذاهب ثلاثه، مذهب شافعی و مالکی و حنابله و علمای دیگری، نظرشان این است که سجده کردن در وقتی که انسان یکی از آیات سجده تلاوت را تلاوت میکند سنت مؤکده است اما واجب نیست. اما علمای احناف نظرشان این است که واجب است. جمهور علما که قول به سنیت سجده تلاوت دارند گفتند که سجده تلاوت سنت مؤکده است به خاطر از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از صحابه کرام خلفای راشدین نقل شده، روایت شده که ایشان احیانا سجده نمیکردند و ترک این سجده دلالت میکنه به اینکه سنت است نه واجب. از جمله حدیث متفق علیه است از زید بن ثابت رضی الله عنه که ایشان میفرمایند که قرأت علی النبی صلی الله علیه وسلم بسوره النجم فلم یسجد فیها، که ما در حضور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او یا اینکه برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سوره نجم را تلاوت کردم که سوره نجم یکی از جمله سوره هایی است که در او سجده تلاوت است، در آخری از او تلاوت کردم و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگام تلاوت سوره نجم که در او سجده تلاوت است سجده نکردند. و ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری میگه که ترکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لبیان الجواز، که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در این مورد سجده نکردند، ترک کردند این را به خاطر بیان اینکه جواز دارد، یعنی سنت است، کسی اگر ترک میکند اشکالی ندارد. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه از امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت میکند که ایشان یک روزی در منبر در نماز جمعه سوره نحل را تلاوت کردند و سوره نحل هم از جمله سوره هایی است که در او سجده تلاوت است و وقتی که به آیه است که در او سجده تلاوت رسیدند حضرت عمر بن الخطاب از منبر پایان شدند و سجده کردند و کسایی که در مسجد نشسته بودند به خطبه ایشان گوش میدادند آنها هم سجده کردند. و در روز جمعه دیگری نیز همین سوره را، سوره نحل را در منبر بر بالای منبر تلاوت کردند و هنگامی که به آیه سجده رسیدند عمر بن الخطاب پایان نشدند و سجده نکردند و فرمودند که یا ایها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب و من لم یسجد فلا اثم علیه. ای مردم، ما احیانا بر آیات سجده تلاوت مرور میکنیم، پس کسی که سجده کند کار خوبی کرده و اما اگر کسی سجده نکرد بر او گناهی نیست. و در معطا امام مالک هم روایت دیگری آمده که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمودند ان الله لم یفرض السجود الا ان نشاء، الله متعال سجده تلاوت را بر ما فرض نکرده الا ان نشاء، که اگر ما بخوایم سجده بکنیم و این کار خوب و بهتری است و اگر نکردیم گناهی ندارد. و این دلالت به این میکند که سجده تلاوت از جمله سجده های مسنونه است و واجب نیست. اما علمای احناف که قول به وجوب سجده تلاوت دارند
دلیل گرفتن به این فرموده الله متعال که توبیخ به مشرکین میکنه و میفرماید که و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون. مشرکین وقتی که بر آنها قرآن خوانده میشه و سجده نمیکنن، گفتن که این توبیخ است و توبیخ بر امر واجبی می باشد، لذا سجده تلاوت واجب است. و اما جمهور علما فرمودن که بنا به احادیث متفق علیه که رسول اکرم صلی الله علیه و احیانا نکردن و امیر المؤمنین عمر بن الخطاب هم از ایشان روایت که نکردن، این دلالت به این میکنه که این امر واجبی نیست بلکه سنت است، اما سنتی مؤکده است. و موضوع دیگری در باب سجده تلاوت، علما این را بیان کردن که آیا در سجده تلاوت هر آنچه که در نماز شرط است در سجده تلاوت هم شرط است. مثلا در نماز شرط است که انسان وضو بکنه، رو به قبله بوده باشه و آیا در کالایش یا جایش پاک بوده باشد، طهارت جسم و مکان، آیا اینها در سجده تلاوت هم شرط است یا شرط نیست؟ جمهور علما این را شرط میدانند که در سجده تلاوت شرط است که انسان باید با وضو بوده باشد و همچنین رو به قبله سجده کند. و دلیل هم حدیث است که از ابن عمر، عبدالله ابن عمر روایت شده که ایشان فرمودند انه لا یسجد الرجل الا وهو طاهر، که انسان باید سجده نکند مگر در حالت طهارت. و همچنین احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده از حضرت عایشه رضی الله عنها می فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله هیچ وقت بدون طهارت ذکر الله متعال را انجام نمیدادند و سجده هم ذکری از اذکار الله متعال است. و همچنین فرمودند که چون سجده یک جزء و یک قسمتی از نماز است، همچنان که قیام قسمتی از نماز است، رکوع قسمتی از قسمت‌های نماز است، سجده هم قسمتی از قسمت‌های نماز است و چون نماز بدون طهارت درست نیست، لذا قسمتی از قسمت‌های از او که سجده است و هم بدون طهارت درست نیست و ناجایز است. و اما عده علما از جمله امام بخاری رحمت الله علیه و امام شعبی و همچنین ابن تیمیه و ابن قیم و امام شوکانی و امام صنعانی و امام ابن حزم و عده از علما قولشان این است که سجده بدون وضو درست است، سجده تلاوت، و همچنین شرط نیست که رو به قبله باشد. اگر شخصی در بالای مرکب و الاغی یا ماشین سوار است، آیه سجده را میخواند، میتواند که به هر طرفی که روان باشد سجده بکند و شرط نیست که به طرف قبله بوده باشد. و گفتند که چون سجده نماز نیست و وضو فقط برای نماز شرط است نه برای سجده، و سجده خالی را یک سجده را نماز گفته نمی شود. و همچنین دلیل گرفتن به قول ابن عمر که در صحیح بخاری است که ایشان فرمودند که راوی حدیث میگه که ابن عمر کان یسجد علی غیر وضوء، ابن عمر رضی الله عنه بدون وضو هم سجده میکردند. و هم قول قبلشان که گفتن که لا یسجد الرجل الا وهو طاهر، او را حمل کردن به اینکه طهارت از حدث اکبر وقتی که انسان با بیوضوگی کلان مبتلا باشد به جنابت در او صورت درست نیست، اما اگر به حدث اصغر بیوضوگی مبتلا باشد یعنی بیوضو بوده باشد در او صورت اشکالی ندارد که سجده تلاوت را انجام بدهد. و همچنین استقبال قبله و همچنین وقتی که شخص جنوب زن حائض تلاوت میکند اشکالی ندارد که سجده بکند، بس وقتی که غیر از یاد یعنی از حفظ شخص تلاوت میکند. لیکن علمای محققین و قولشان بر این است که افضل و بهتر است که انسان با وضو بوده باشد در وقتی که سجده میکند. اما در وقتی که اگر در حالتی بوده باشد که وضو کردن از او امکان نداشته باشد در او صورت اشکالی ندارد که با وضو هم سجده تلاوت را انجام بدهد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه با وضو تلاوت میکردند و هیچ موردی از ایشان روایت نشده که بدون وضو تلاوت کرده باشند و لذا بدون وضو هم هیچ موردی روایت نشده که بدون وضو هم سجده کرده باشند. اما روایتی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جمعی از صحابه کرام تلاوت میکردند
و هنگامی که به سجده می رسیدن ایشان سجده می کردن و صحابه کرام هم سجده می کردن. علمایی که قول به عدم وجوب وضو دارن گفتن که در اینجا هیچ وارد نشده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله امر به سجده کرده باشند، در حالی که جمع صحابه امکان نداره که همه با وضو بوده باشند. حتما در بینشان کسانی هم بوده که به وضو بوده اند، لیکن با وجود همه سجده میکردن. لذا گفتن که در سجده تلاوت وضو شرط نیست و همچنین استقبال قبله وقتی که انسان در بالای مرکب یا در راه روان بوده باشد استقبال قبله هم شرط نیست. به هر صورت افضل و بهتر است که سجده تلاوت به حالت وضو کرده شود و به طرف قبله کرده شود. و اگر انسان در حالتی بوده باشد که نمیتواند که به طرف قبله رخ خود را کند یا اینکه نمیتواند که دفعتا وضو کند، اگر بدون وضو هم سجده تلاوت را انجام داد ان شاء الله تعالی اشکالی ندارد. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما هستم با ادامه این مطالب در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با ما باشید. تلاوت قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خویش شفاعت می کند. زهراوین را یعنی بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا که در روز قیامت همانند دو پاره ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دست پرنده می آیند و از اهل خود حمایت می کنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم با بیان احکام سجده تلاوت. در قسمت اولی گفتیم که سجده تلاوت نزد جمهور علما سنت مؤکده است و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موارد ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده کردند و همچنین موارد ثابت است که احیانا سجده تلاوت را خواندند و سجده نکردند. و جمله احکام این سجده این است که وقتی سجده کردن باید با تکبیر سجده کند و تکبیر گفتن در وقت سجده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط در وقت رفتن به سجده ثابت است که در وقت رفتن به سجده تکبیر میگفتند، اما در وقت بلند شدن از سجده ثابت نیست الا اینکه در نماز بوده باشد، چون در نماز بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که کان نبی صلی الله علیه و سلم یکبر فی کل خفض و رفع، که در نماز هر وقتی که پایان میشدن یا بالا میشن تکبیر میگفتند. لذا وقتی که سجده تلاوت را در نماز میخواند هم در پایان شدن به سجده تکبیر میگوید و هم در بالا شدن از سجده تکبیر میگوید. اما اگر سجده تلاوت را در غیر نماز بخواند فقط در پایان شدن به طرف سجده الله اکبر گفته سجده میکند، اما در بلند شدن تکبیر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد نشده و همچنین گشتاندن سلام و خواندن تشهد اینا در سجده تلاوت وارد نیست، فقط تکبیر گفتن است و در سجده خواندن دعاست. در مورد تکبیر حدیثی است که امام ابو داود از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم یقرأ علینا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما قرآن کریم را تلاوت میکردند، میخواندند، به خاطر آموزاندن ما قرآن کریم را میخواندند. وقتی که با آیه سجده مرور میکردند، با آیه سجده میرسیدند تکبیر میگفتند و سجده میکردند و ما هم با ایشان تکبیر گفته سجده میکردیم. لذا گفتن تکبیر در وقت رفتن به سجده
از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و مشروع است و علما در این اختلاف نظر دارند آیا تکبیر انتقال است یا تکبیر تحریمه گفته میشه برای سجده و گفتن که این تکبیر انتقال است و در سجده تکبیر تحریمه نیست بلکه تکبیر تحریمه در نماز است. و اما در مورد اینکه چگونه باید سجده کرد، آیا اگر شخصی افضل است که 6 رکعه سجده کند یا ایستاده سجده کند؟ یعنی اگر شخصی ایستاده هست تلاوت میکند، معلوم دار است که ایستاده تکبیر گفته به سجده میرود، اما اگر شخصی نشسته است تلاوت میکند، آیا افضل است که ایستاد شده سجده کند یا نشسته؟ این موضوع از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است و حدیث هم حدیث صحیح است که حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شد که حضرت عایشه رضی الله عنها نشسته قرآن کریم تلاوت میکردن و هنگامی که به سجده میرسیدن استاد میشدن و سجده میکردن. بنابراین علما فرمودن که افضل این است که وقتی که انسان اگر نشسته است تلاوت میکند، وقتی که به آیه سجده میرسد افضل است که استاد شود و از استاد شدن به طرف سجده تکبیر گفته به سجده سر خود را بنهاند. و اما در مورد دعای سجده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو نوع دعا در سجده وارد است، البته بعد از گفتن 3 بار سبحان ربی الاعلی، چون بهترین دعا در سجده گفتن سبحان ربی الاعلی است و بعد از گفتن سبحان ربی الاعلی حدیث امام احمد و اصحاب سنن و امام حاکم و امام بیهقی روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دعا را می‌خواندند که سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره بحوله و قوته. سجد وجهی للذی خلقه، روی من سجده کرده، به سجده نهاده شده برای ذاتی که او را پیدا کرده و صوره و او را خوش صورت و او را صورت داده و شق سمعه و بصره و روی آن را و گوشانی که در این سر یا در این روی موجود است و همچنین چشمانی که در این است آن را برای ما بینا و شنوا گردانیده بحوله و قوته، به حول و قوت خود. و در روایت امام حاکم آمده که فتبارک الله احسن الخالقین، پس او ذاتی که بهترین پیدا کننده هاست او با برکت و با عظمت و با شکوه و با جلال است. و همچنین در روایت امام ترمذی و ابن ماجه از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سجده تلاوت این دعا را می‌خواندند که اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا وزع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سجده تلاوت این دعا را می‌خواندند که اللهم اكتب لي بها عندك اجرا، ای بار الها برای من در این سجده اجر و پاداشی بنویس، واجعلها لي عندك ذخرا، و این سجده را در نزد خود در لوح المحفوظ برای من ذخیره آخرتی من بگردان، اجر و ثواب از را برای من بنویس، و زع عنی بها وزرا، و با واسطه این سجده گناهان من را ببخش، و تقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود، و این سجده را از من قبول بکن همچنانه که از بنده داود سجده تلاوت این سجده او را قبول کردی. و این دو دعا بعد از گفتن سبحان ربی الاعلی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد و ثابت است و افضل و بهتر است که وقتی که انسان مسلمان سر خود را در وقت سجده تلاوت به سجده می نهاند 3 بار سبحان ربی الاعلی بگوید و بعد از او این دعا را بخواند که سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره فتبارک الله احسن الخالقین. و یا این دعا را بخواند که اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وزع بها عندك واجعلها لي عندك ذخرا وزع بها عني وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. و اما در مورد مواضع سجده یا جاهای سجده که در قرآن کریم چند جای آیاتی است که در اونجا باید سجده شود،
جمهور علمای مذهب مالکی و علمای مذهب حنابله و ابن منذر و امام اسحاق و امام لیث و علمای زیادی قولشان این است که در 15 جای در قرآن کریم سجده تلاوت مشروعیت دارد که از سوره اعراف شروع می شود تا به سوره قلم. در آخر سوره اعراف سجده تلاوت است و بعد از سوره رعد و بعد از او در سوره نحل و بعد از او در سوره اسراء و بعد از او در سوره مریم و بعد از او در سوره حج و بعد در سوره فرقان و بعد در سوره نمل و بعد در سوره الف لام تنزیل و بعد در سوره حج در دو جای و همچنین در سوره صاد و همچنین در سوره نجم و در سوره انشقاق و در سوره قلم که مجموعاً 15 جای می باشد. و علمای احناف قولشان این است که 14 جای است و سوره حج که 2 جای سجده است گفتن که در سوره حج فقط 1 جای است و جای دوم سجده مطلوب یا مشروعیت ندارد. و علمای دیگری هم قولشان به 14 جای است و در علمای دیگر و اونها گفتن که در سوره حج 2 جای است اما در سوره صاد سجده نیست. یعنی جاهایی که ذکر کردیم علاوه از صاد در 14 جای دیگر سجده مشروعیت دارد. و روایتی در مذهب امام شافعی و همچنین روایت در مذهب مالک است که در 11 جای سجده تلاوت مشروعیت دارد و آنها 3 جایی که در سوره های مفصل است، طوال مفصل و قصار مفصل و اوساط مفصل که شامل سجده سوره نجم و سوره انشقاق و سوره قلم می شود. این 3 جای و همچنین سجده سوره صاد گفتن این 4 جای مشروعیت ندارد، فقط در 11 جای سجده تلاوت مشروعیت دارد. اما رأی جمهور علما این است که در 15 جای سجده تلاوت مشروعیت دارد. وقتی که انسانی مسلمان قرآن کریم تلاوت میکنه در نماز قرآن میخواند، یکی از این جایها که میرسد سنت مؤکده است که سجده تلاوت را انجام دهد. و این در حدیثی که امام ترمذی و امام ابو داود از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه وسلم اقرأه 15 سجده فی القرآن، که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ایشان 15 جای در قرآن کریم آیات سجده را برای ایشان تلاوت کردند و برای ایشان فهماندن که در 15 جای از قرآن کریم آیات سجده موجود است. منها 3 فی المفصل و فی سوره الحج سجدتان، که از جمله این 15 جای 3 آن در سوره های مفصل است، که سوره های مفصل که علما گفتند که از سوره قاف شروع میشه یا سوره حجرات شروع میشه تا با سوره ناس، که اینها را سوره های مفصل گفته میشه چون در اینها فواصل سوره ها نزدیک است، یعنی سوره ها کوتاه است، بعد از فواصل زود میاد، لذا اینها را سوره های مفصل گفته میشه. و علمای قرائات این را به 3 قسم تقسیم کردن که سوره های قصار مفصل و اوساط مفصل و طوال مفصل. و 3 جای در این سوره هاست که گفتم که شامل سجده است که در سوره نجم است و سجده که در سوره انشقاق و همچنین سجده که در سوره قلم و همچنین 2 سجده در سوره نجم. پس این حدیث بیان کننده این است که سجده ها مواضع سجده در قرآن کریم 15 موضوع هست و در این حدیث به شکل مجمل بیان شده و در احادیث دیگری به شکل مفصل بیان شده که در قسمت آینده ان شاء الله تعالی احادیثی که در او بیان کننده مواضع است که در او سجده تلاوت آمده، این احادیث را در قسمت آینده ان شاء الله خدمت شما بیان خواهم کرد و در اینجا این قسمتی از برنامه ما به پایان میرسد و با تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.